برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، در برنامه دیدگاه قرار داریم و شکر پروردگار که باز ما را به دیدار هم رسانید و امروز با هم در این برنامه واخوری میکنیم، در این برنامه صحبت میکنیم و چندی از گفتنی ها را در این برنامه خواهیم گفت. تماشابینان عزیز گرامی، پیش از آن که برنامه را من آغاز کنم، از یکایک شما احترامانه خواهش میکنم که لینک سلکه نوار را به دوستانتان فرستانید، پدیلیت کنید، به دیگران در کانال هایتان، در گروه هایتان، چی در ادنکلاسنیکی، چی در فیسبوک بفرستانید، چی در توسط واتساپ فرستانید، توسط تلگرام، تا اینکه نفرانی که ما را گوش میکنند، ما را تماشا میکنند، به ما میپیوندند، گفتنی هایشان را میگویند، تعدادشان زیاد شود و در اینجا ما مسئله را با محتوا، پرمحصول و نتیجه دار بررسی کنیم. از سمت صحبت های خشک خالی هیچ مرادی به دست نمی بیاید، هیچ مرادی حاصل نمی شود. برای همین ما کوشش کنیم، غیرت کنیم تا اینکه نفرانی که گفتنی دارند به این میدان بیاریم. ما کوشش کنیم، غیرت کنیم، حرکت کنیم که با اهل صحبت کنیم. نفرانی که میتوانند راهنمایی کنند، راه درست را به ما بنمایند، در این برنامه شرکت کنند. و در برنامه ما تا حد حرکت کنیم، کوشش کنیم، غیرت کنیم که راهنمایی ها پرمحصول تر باشد. انا برای همین تماشابینان عزیز، حالا کسانی که به ما پیوسته اید، بیایید یک شوکت محمد نیوز، 100 شوکت محمد شویم، یک بار همگی سلکه نوار را به دیگران بفرستونیم تا اینکه دیگران نیز به ما پیوست شوند. هر یک کس مثلا در گروهش صدها نفر دارد، هزارها نفر دارد، یا که هر یک نفر میتواند چندین نفر را به اینجا فراخواند. بیایید از پتانسیل خود استفاده برید، از امکانیت های خودتان استفاده کنید. امکانیت های شما استفاده نکردن نماند، بی‌طرفی را یک سامانید. حالا باشد وقتی فعالیت آمده است، وقتی فعال بودن آمده است، شما هر یک شما با این کارتان میتوانید که امکانیتی که ندارید، با وجود نداشتن امکانیت، شما همین کارهایی که ما کرده ایستاده ایم، همین فعالیت هایی که ما کرده ایستاده ایم، همین فعالیت را داشتگی باشید. این چی است؟ همین حرفایی که در اینجا گفته می شود، کوشش میکنید که یک نفر یا 10 نفر دیگر زیاد گوش کند، تماشا کند. حالا تماشابینان عزیز، این آنهایی که به ما پیوستید، حتما تکمه لایک را پخش کنید تا اینکه یک راه دیگرش این است که برابر تکمه لایک را پخش کردن شما دیگران نیز با خبر میشوند. این برنامه تا رفت به تاپ میبراید، از طرف یوتیوب ریکامنداسی میشود، یعنی توصیه میشود که دیگران هم تماشا کنند. ممکن است این نوار به شما معقول شود گفته، خود یوتیوب پیشنهاد میکند. برای همین خواهش میکنیم که از لایک ماندن خودداری نکنید. تماشابینان عزیز، چنانه که شما از اعلان ما خواندید و دیدید که پیشتر ما اعلان کردیم، این برنامه امروزه ما نشانه های کم بضاعتی و قشاقی است و ما در این برنامه امروزه نشانه ها و عامل های کم بضاعتی را صحبت میکنیم. حالا چرا امروز من در این باره صحبت کردنیم تماشابینان عزیز؟ برای آن که در اکثریت برنامه های ما بعضی نفران وارد میشوند یا اینکه بعد از برنامه به من زنگ میزنند، میگویند که تو چرا تاجیکستان رو کم بضاعت میگویی، شرم نمیداری، به تاجیکستان سنگ میزنی، تاجیکستان رو پست میزنی، تو خائنی و هاکذا. تماشابینان عزیز،
همینجا ما میخواهم چند نقطه رو ذکر کنم که یکم، اگر شما کم بضاعت باشید با من دارا گفتن دارا نمیشوید. درست است. اگر شما کم بضاعت باشید معلوم است که شما کم بضاعت هستید و این رو گفتن در کار است. و اگر شما سطح کم بضاعتیتون رو ندونید و بررسی نکنید و برنامه ریزی نکنید که چگونه آن سطح کم بضاعتی رو از بین برد، شما چگونه این کم بضاعتیتون رو از بین میبرید؟ یا همین خیل چی میگوید سپاهی را از دست نداده، بعضی ها همین در تاجیک ها عادت شده است از 10-12 نفر قرض میگیرن، از پولدارها قرض میگیرن، توی کلان میکنن، توی عروسی میکنند، یا همین خانه ودوانگ کرده ریمون میکنن، 2 اتاژه 3 اتاژه کرده میپوشن، بعد 10 سال 20 سال قرض داده میگردن. حالا ببین تو از 10 کس قرض گرفته خانه پوشیدی، خانه ات رو بالا کردی، او قرض ها دادگی نیست، او خانه تو نیست، تو به اون خانه یک چیز صرف نکردی، از چند نفر پولدار قرض گرفتی، تو در خانه نیستی، زند رو اومده پول قرضت رو میپرسد، بچت رو میپرسد، خودت رو در بین مردم داشته میپرسد پول رو کی میدهی، 10 سال 12 سال پول رو داده نمیتونی. مگر همین کتیجی تو پوشیدگی نشونی بایگریت است یا که رفع کردن کم بضاعتیت است؟ نیست. تو همون کم بضاعتی هستی، با از همون پیشتر کم بضاعتیت بدتر است، چون که او پیشتر تو کم بضاعت بودی و قرضدار نبودی، حالا در مینوس هستی. او حالت کم بضاعتی پیش از او کتیج پوشیدنت یا خانه 3 اتاژه پوشیدنت، تو هرچند کم بضاعت بودی در مینوس نبودی، حالا از 0 پایین فرامده ای، یعنی از سطح قشاقی هم بدتر هستی. کتیج هست، در تگی پا ماشین هست قرض بگرفتگی، لیکن در مینوس، در حالت مینوس، از حالت توی ماشیندار، توی کتیجدار قرضدار، یک نفری قرضش نیست، کم بضاعت قشاق، سطحش بالاتر است. تو بری خانه ندارد، تو بری ماشین ندارد، سطحش بالاتر است. سطح تاجیکستان هم همین خیل است. ها اینجا رو نمیبینی خانه پوشیده ایستادن، وای بناهای بلند آشیران رو نمیبینی، وای چی ها رو نمیبینی، وای کوچه ها رو نمیبینی. یکی میفهمید که فلان میلیارد دلار از چین قرضدار است، فلان میلیارد دلار از اینش قرضدار است، از ویش قرضدار است و همه چیز از قرض است و از خودش هیچ چی نیست. یعنی حتی تاجیکستان نه اینکه با این حالتی، مثلا گریم امریکا هم تریلیون قرضدار است، قرض دارد از مردمش، از صاحبکارانش، از تاجرانش، از شرکت‌هایش، از یک شرکت‌های بزرگی بین المللی قرضدار است، لیکن در جایش ذخیره دارد، مجموعی محصولات داخلیش به سر اهالی خیلی بلند است. اونها کم بضاعت حسابیده نمیشوند. اما تاجیکستان چه قرضدار است، به عوضش یگان کار نیست، استحصالات نیست، صادرات نیست، هیچی نیست، فقط قرض هست خلاص. این سطح کم بضاعتی هم پست حساب می شود، اگر در سطح یک شخص گفتیم و در سطح وطن هم همین است. کم بضاعتی، تماشابینان عزیز دقت دهید، کم بضاعتی یعنی چی؟ یا که قشاقی یعنی چی؟ این امکان ناپذیری فراهم آوردن ساده ترین و دسترس ترین شرایط زندگی برای اکثریت مردم یک کشور است. اگر یک کشور از زودش نبراید که ساده ترین و دسترس ترین شرایط زندگی را برای اکثریت مردمش، اقلا به همش نباشد، هم اقلا از 50-60% زیاد
فراهم آوردن نتواند، این کشور کشور کم بضاعت یا کشور قشاق دانسته می شود. همین حالتی کم بضاعتی یا قشاقی یک کشور نه تنها به اهالی خودش بلکه به اهالی جهان نیز ضرر میرسونه، نه به اهالی تنها خودش. ببینید در اکثر کشورهای جهان از جمله در تاجیکستان خط کم بضاعتی ملی این درآمد مالی یا خود معاش مهنتی است که از تامین سطح زندگی کمتر است. یعنی تو در وطنت کار میکنی، جای کار داری، درآمدی که از مهنتت میکنی، از جای کارت درآمدی که میکنی وای برای نیکو احوالی زندگی اهلت یعنی پیوندانت یعنی اهل عائلت نمیرسد، بسنده نیست. یعنی درآمد عائله یا خود نفر نان آور عائله امکان نمیدهد که ارزش سبد استعمالی مجموعی مال و خدمت رسانی های ضروری از روی استانداردهای یک کشور در دوره معین تامین شود. فهمیده ایستاده تماشابینان عزیز؟ کم بضاعت کی است؟ کم بضاعت کی است؟ یعنی کم بغل کی است؟ نفری که درآمدش 40-50% درآمد میانه همین یک اهالی کشور رو تشکیل میدهد، انا همین نفر رو کم بضاعت گفته می شود. همین نفر کم بضاعت حساب دیده می شود. انا کنون این در سطح یک نفر است. در سطح یک نفر است. در سطح بین الملل از روی حساب سازمان های بین المللی، یعنی از روی استاندارد بین المللی، کم بضاعت کسی است که استعمال کمتر از $2 ایالات متحده آمریکا در یک روز را دارد. کم بضاعت کسی را میگویند که دقت تماشابینان عزیز، کم بضاعت گفته کسی را میگویند که در یک روز کمتر از $2 ایالات متحده آمریکا برای استعمال غذا و دیگه و هاکذا دیگر چیزها برای یک نفر درآمد دارد. یعنی یک نفر $2. قشاق کی است؟ از کم بضاعت باز پستر. قشاق حتی کم بضاعت هم نیست، از کم بضاعت هم سطحش پست است. یعنی قشاق یعنی زندگیش تنها روسا چی میگن بربز ویژوانیه، یعنی فقط برای زنده ماندن است. همین زنده میماند تمام. حتی با صابون دستشویی برای خریدنش فکر میکند که همین صابونی دستشویی خرد یا نخرد، آینه خرد یا نخرد، یا که میشد همین پیاله رو فیری خرد یا نخرد، یا با خاکستر هم شسته میشود. توالت نی بومگ خرد یا نخرد، یا با همین کیسک هم میشود. تمام فکرش همین که این گرم گوید پول نیست و گرم گوید پول نیست. همین عموما سطح زندگیش یعنی برای یک نفری عائله $1 درآمد دارد. این آدمی قشاق است. دقت دید، آدمی کم بضاعت $2 یک کمتر بالاتر کم بضاعت، آدمی قشاق $1 درآمد دارد. یعنی همین $1 برای یک نفر درآمد داشتن، اگر مثال گیریم 5 تا بچه داشتگی باشی، زن داشتگی باشی، در یک عائله 7 نفر، در یک روز $7 باید درآمد داشتگی باشی که تو قشاقی. از این $7 نمیدونم تو چه زنده میمونی نمیمونی، چی میخوری چی میمونی تعیین نیست از روی استاندارد بین المللی. اکنون شما نگاه کنید تماشاگران عزیز، اگر در یک عائله 5 نفر فرزند داشتگی باشد، زن داشتگی باشد، به خودش 7 نفر می در یک روز $7 باشد، یعنی یک نانآوری خانه مثلا اگر مرد خانه باشد چقدر می شود؟ $210 درآمد داشتنش در کار برای همین قشاقانه زندگی کردن.
از روی استاندارد بین المللی در یک ماه $210 معاش داشتنش در کار. $210. در تاجیکستان دقت دهید تماشاگران عزیز، در تاجیکستان معاش میانه ماه اکتبر سال 2021 1564 سومانی حسابیده شدگی بود. یعنی ما گفتیم که یک آدمی قشاق اقلا $210، یک آدمی قشاق 5 تا فرزند دار اقلا $210 معاش داشتگی باشد، لیکن در تاجیکستان معاش حد اقل نه، حالا درباره حد اقل گام میزنیم. معاش میانه مردم، معاش میانه کارگر در تاجیکستان $138 است. انکنون یک مردی 5 فرزنددار با زنش 7 نفر اگر در یک روز در یک ماه $210 باید گرفتنش در کار باشد، در تاجیکستان معاش این پسترین نه، معاش میانه $138 است. یعنی این آدم در یک جایی سطحش میانه، سطحش پس نه، سطحش میانه کار میکردگی باشد، اگر کار میکردگی باشد، این بیچاره همین $210 هم نمیگیرد. یعنی $120، $130، $140 میگیرد. ولی زنگ زدن رو سر کردن همین خیلی حتی $210 هم نمیگیرد با حساب معاش میانه، از این هم کم میگیرد. ولی نفرانی که زنگ زده استودید خواهش میکنم کمتر صبر کنید، من سخنم رو تمام کنم بعد صحبت میکنیم. میلش کسانی که از واتساپ زنگ زده استودید استودیو وارد شدگی هستید، من بعضی گفتنی هایم رو میگویم بعد با هم صحبت میکنیم. نفری که از واتساپ زنگ زده استودید حتما مرا گوش کرده استودید، خواهش میکنم واتساپتون رو خاموش کنید. من دست هم تنها است، هم تلفن، هم میکشر، هم کامپیوتر، هم کامera، همش در دست خودم است. برای همین مرا عذاب ندید. خواهش میکنم چند گفتنی هایی دارم که اول باید بگویم. انکنون شما نگارید، بنا به اطلاع آژانسی آمار کشور، آمار تاجیکستان، یعنی همین $138 که در سال 2021 معین شدگی، یعنی معاش حد میانه نسبت به سال گذشته، یعنی سال 2020 5.8% زیادتر است. یعنی تقریبا 86 سومانی یا $7.5 زیاد شدگی آخری سال 2021. این حساب $7.5 زیاد شدگی در انکنون $7.5 حد معاش میانه و $7.5 وقت زیاد شدگی است که نرخ و ترافه های خدمترسانی در تاجیکستان در 12 ماه اخیر 8% زیاد شدگی است. یعنی 5.8% حد معاش میانه زیاد شدگی است، لیکن 8% نرخ بلند شدگی است. یعنی گفتن ممکن است که هیچ معاش بلند نشده است، برعکس کم شده است. وقتی که نرخ 8% بالا می رود و 5.6% معاش بالا می رود، این علاقه قریب 2.4% زیاد است سطح بلند روی معاش. یعنی با بیچاره معاشگیر در بانکروت است. یعنی این نشان میدهد که نه معاشش بلند شده است، بلکه معاشش کم شده است، بلکه به نرخ پیشتره چیزی میخردگش رو خریده نمیتوند. پول سویت قیمت شده است، پول آب قیمت شده است، پول گاز، پول این، پول وای، پول اون قیمت شده رفته است، نلوک قیمت شده است و هاکذا با اندازها از این میبراید که نه اینکه نه سطح معاشش بلند شده است، بلکه معاشش پست شده است. انکنون نگاه کنید، همه چیزی مهم، ما تماشابینان عزیز خواهش میکنم جدی دقت دهید، خواهش میکنم جدی دقت دهید. کسانی که تقریبا 500 نفر مرا تماشا کرده ایستادید، خواهش میکنم دیگران را برنامه دعوت کنید، خیلی چیزهای جالب گفته میشود ان شاء الله.
خیلی چیزهای جالب گفته می شود. حالا اناکنون شما نگاه کنید تماشابینان عزیز، در تاجیکستان مزد بلندترین را کی میگیرد؟ میدونید در تاجیکستان طبق آژانسی آمار تاجیکستان، یعنی که اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همین آمار رو رسانه‌ای کرده است که از همه معاش بلند را در تاجیکستان کارمندان بانک و سهورته میگیرند. استراخوف شکاکتی بانکرها میگیرند از همه معاش بلند رو. یعنی از همه معاش بلند معاش بانکرها دونسته شده است که یعنی حدود 4644 سومونی در یک ماه میگیرند. این تقریبا $430 است. از همه معاش بلند را در تاجیکستان بانکرها میگیرند. این حدودی 4644 سومونی، یعنی تقریبا یک کمی بیشتر از $430 است. اکنون نگاه کنید، یک شخصی کم بضاعت برای هر سری اویلش برای هر سری یک نفر تقریبا $2 درآمد داشتنش لازم بود. بله یادتان هست؟ و یک شخص قشاق $1 طبق استاندارد بین المللی. اکنون بیایید حساب میکنیم از همه بلندترین کسی که در تاجیکستان معاش میگیرد این بانکرها هست، یعنی تقریبا $430 معاش میگیرد. معاش بلندترین در تاجیکستان تقریبا $430 بوده است. اکنون فرض کردیم همین بانکیر 5 فرزند دارد، زنش 5 فرزندش، خودش 7 نفرند. یعنی همین 7 نفر به 7 نفر چقدر میرسد؟ همین $2 به 7 نفر هم $435 به 7 نفر، یعنی تقریبا همین $2 یک سنت 2 سنت زیادتر به سری هر یک نفر میرسد. حالا حساب کنید همین 435 همین خیلی تقریبا $2 زیادتر $2 کمتر همین خیلی میرسد به سری هر یک. یعنی در تاجیکستان نفری که از همه زیاد یعنی بانکیر است، معاش از همه بلند رو میگیرد، کم بضاعت است از روی استاندارد بین المللی. کم بضاعت دونسته میشد از روی استاندارد بین المللی. اون معاشی که میگیرد اگر در خانه‌اش نانآور او است و زنش هست 5 فرزند دارد، کم بضاعت دونسته میشود. اکنون این بانکیر برای اون که از سطح کم بضاعت بیرون براید باید یگان نفری اویلش یا کار کند، مثلا گریم زنش یا کار کند که با اویله درآمدی علاوه‌ای بیارد، یا اینکه در یگان جا زردآلو داشتگی باشد، یگان گندم کاری داشتگی باشد، یگان کارتوشکا کاری، پیاز کاری، سبزی کاری، آبچه کاری، کشاورزی داشتگی باشد که درآمدی علاوه‌ای به او بیارد. اما نفر یک بانکیری که در بانک کار میکنه بر روزش وقتی که زمین دارد، کارتوشکا دارد، سبزی دارد، پیاز دارد، زردآلو دارد، سیب دارد، یک قسم دقتش رو به او جلب میکند، او میتواند در بانک کارو به لم کار کند؟ نه، او بر روزش کار کردگی است، بعد از کار رفته کار کردگی است، کلان زدگی است، بیل زدگی است، آب دودگی است. وقتی که کار میباید خوابش میبرد. وقتی که کلینت میباید یگان پرابلم رو میکشوید، قهرش میباید، غضبش میباید. بعد میتواند به کلینت گروبیت کند، درشتی کند. آیا همین چیزها در تاجیکستان هست؟ در میلیسیونر هست. در اودیترینگ رئیس جماعت هست. رئیس جماعت حتی به سر داد میزند. رئیس جماعت بجو کاتبش به سر داد میزند. برای چی؟ برای اون که او بشبش کار کردگی است، چوک دوختگی است، یا که گکتر زدگی است، بعد از کار رفته زردآلو افشاندگی است، به زمین کار کردگی است، کشاورزی کرد و هوکزای دیگر. الکی وقتی که او در حالت خستگی به کار میبیاید تمام ادا. این موضوع دیگر است. لیکن از همه معاش بلندترین را گرفته در تاجیکستان تقریبا $430 از روی استاندارد بین المللی تو کم بضاعتی
از روی نشان داد استاندارد بین المللی تو کامبیزاتی، یعنی این در سطح یک نفر است. اکنون بیایید به سطح یک کشور نگاه میکنیم که کدام کشور کامبیزاعت دانسته می شود. از روی استاندارد بین المللی کدام کشور کامبیزاعت دانسته می شود. سازمان ملل متحد در ارزیابی رشد اقتصادی کشورهای جهان برای کشورهای کمبزاعت از اصطلاح رسمی کشورهای ترقیاتشون سوست، یعنی کشورهای سوست، کشورهای عقب مانده گفتن این گپ است. از همین اصطلاح استفاده میکند و میگوید که یعنی به همین کشورهای سوست، ترقیاتش سوست یعنی عقب ماندگی، همان کشورهای داخل میشوند که مجموعی محصولات داخلیشان به هر سری اهالی کمتر از $1025 رو تشکیل میدهد. یعنی مجموعی محصولات داخلی همان کشورهای که کمتر از $1025 به سری اهالی است، این کشورها کمبغل یعنی کمبزاعت دانسته میشوند. سازمان ملل متحد در مجموع 46 کشورهای جهان را ترقیاتشان را سست گفته است، یعنی عقب مانده گفته است که 33 تا آنها کشورهای آفریقایی هستند. حالا بعضی از کشورهای آفریقایی هم کم خودشان را از روی خط کشورهای عقب مانده ترقیاتشان سست برآورده ایستادند. اما حالا از روی حساب سازمان ملل متحد 46 کشور دنیا کشورهای کمبزاعت حسابیده می شوند و از این 46 کشور 33 تاش در آفریقا است. اکنون تماشابینان عزیز گفتیم که $1025 باید به سری هر یک اهالی مجموعی محصولات داخلی داشتگی باشد. همون کشور از این پس داشتگی باشد، اون کشور کمبزاعت، صدقه خور، قشاق حسابیده می شود، عقب مانده حسابیده می شود. از این کم باشد. حالا $1025 به سری هر یک اهالی در یادتون داشته باشید که در پس یک گپ‌های زور هست. در پایین چند گپ‌های زور هست که حالا گفته میگذارم تماشابینان عزیز. حالا اکنون گفتیم که باید برای یک کشور از سطح کمبزاعتی برآمدنش به سری هر یک اهالی مجموعی محصولات داخلیش از $1025 زیاد باشد. حالا میبینیم در تاجیکستان در چه سطح هست. تاجیکستان رو میبینیم مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان به هر سری اهالی $839 رو تشکیل میدهد. $839. حالا $1025 بود می از $1025 زیاد باشد می برای کمبزاعت از روی خط کمبزاعت ها بیرون برآمدند، اما از آن تاجیکستان $839 رو تشکیل میدهد. اکنون بیایید کشور همسایه قرقیزستان چی؟ $1224 به سری هر یک اهالی مجموعی محصولات داخلیش $1224 است. یعنی قرقیزستان همسایه ما از $1025 مجموعی محصولات داخلیش به سری هر اهالی زیاد است، در سری هر اهالی $1224 است. اکنون آیا قرقیزستان رو از روی خط با وجود اون که $1025 از $1025 به سری هر یک اهالی مجموعی محصولات داخلی قرقیزستان زیاد است و $1224 است، آیا از روی خط میبراید؟ برای از روی خط برآمدن قرقیزستان همگی $6 نمیرسد. یعنی باید برای بیرون شدن یک کشور از روی خط کشورهای عقب مانده باید مجموعی محصولات داخلی به سری هر یک اهالی $1230 باشد. فهمیده ایستاده تماشابینان عزیز؟ انا برای همین تاجیکستان $839 نسبت به در سال 2020 از $1200 زیاد بود. حاضر خیلی کم شدگی است، پس فرمودگی است. ما از سال 2020 با قشاقتر شدگی هستیم. اکنون شما نگاه کنید. قرقیزستان
در همین حال اعلان میکند که ما سطح کمبیزایتیمون بالا رفته ایستاده است. اظهار نگرانی میکند. اظهار نگرانی میکند که قرقیزستان حالا همین شب روزها اظهار نگرانی کرده ایستاده است که وکیلان پارلمانش سطح کمبیزایتی ما بالا رفته ایستاده است. آشکارا در پارلمان گفته ایستادند. اما تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان گفته ایستادند که سطح کمبیزایتی ما از پرزیدنت سر کرده تا دیگر و هاکازاهایش گفت فقط اعلام میکنند که سطح کمبیزایتی ما پس رفته ایستاده است. حالا طبق اعلان آخرین سطح کمبیزایتی ما در تاجیکستان همگی چند 22.9% همین خیلی است. از روی آمار قرقیزستان چی میگه؟ قرقیزستان که حالا مجموعی محصولات داخلیش از ما بلند است، درآمد مردم از ما خوبتر است. در قرقیزستان بیزنس 10 برابر تاجیکستان 100 برابر تاجیکستان واهمه نمیشود گوییم بیزنس آزادتر است، صاحبکاری آزادتر است، شرکت کشایی آزادتر است. مسئله های مناپولی کردن در قرقیزستان نسبت به تاجیکستان خیلی کم است. حالا مثل تاجیکستان که همه دو بود است که تاجیکستان در دست یک اویله قرار دارد، این خیلی گپ و خبرها در قرقیزستان نیست. مردمش آزادانه میتوند تجارت کند، مردمش آزادانه میتوند حتی نه فقط تجارت داخلی، در تجارت بین المللی داشته باشد. این است که حالا ما حتی اینترنت رو همین چی میشد خدمات علاقه تاجیکستان از قرقیزستان خریده، بعد ما به دست چهارم میفروشد. مردم دست چهارم هستند. همین مسئله اینترنت، قرقیزستان از خطای آپتون میگیرد اینترنت رو، بعد از خودش زیادتی رو به تاجیکستان میفروشد، بعد خدمات علاقه دست سوم است، مردم دست چهارم است، مردم دست پنجم است، خدمات علاقه دست چهارم است، شرکت های موبیلی اینترنتی دست پنجم هستند، مردم دست ششم میشد. چندم میشد همین خیلی، یا پنجم است یا ششم است مردم. برای همین اینترنت قیمت صورتش پایین. قرقیزستان اینترنت صورت بلند، نرخش پایین است. ما ولایت سوخ از بازارهای آپتون بازار بیشکک و قراسوی از همین جاها دست سوم شده رفته. آنها از دست یکم از خطای میبرن، خودشون دست دوم هستند. بیزنسمن های ما در ولایت سوخ دست سوم هست، دست سوم هستند، میبرن به این اپتویک هایشون، به این چکنه فروش ها میدهند. چکنه فروش ها دست چهارم، بعد مردم دست پنجم. حتی در خرید و فروش سر لباس در ما خیلی سست هستین. اکثریت بیزنسمن های ولایت سوخ میرن از قرقیزستان، از بیشکک و از قراسوی، از آش و از همینجا رفته بار میبیارند، چون که در اونجا مردمش حتی تجارت بین المللیش آزادتر است. لیکن آنها نگرانی آن رو دارن که سطح کمبیزایتیشون بالا رفته ایستاده است. در ما باشد دروغ میگن که سطح کمبیزایتی کم شده ایستاده است. حالا که ما گفتیم ثابت کردیم که از همه بلند معاش میگرفتگی آدم بانکر باشد، حتی بانکر در حالت کمبیزایتی زندگی میکند در تاجیکستان. برای اینکه به نیازهای اولین، حتی به نیازهای بالاییش نه، به نیازهای اولین درجهش پولش نمیرسد بانکر. برای رسیدنش باید یکون کارهای الهوگی، یکون خلطور کردنش در کار. اکنون شما نگاه کنید، خودی قرقیزستان وکیل پارلمان قرقیزستان آیبک عثمانوف، حالا من دستم تنها نمیتونم همه این چیز رو به شما نشون بدم. همین آیبک عثمانوف میگوید که قرقیزستان در رده‌بندی فقیرترین کشورهای جهان که از سوی بانک جهانی تهیه می شود در جای 60 قرار دارد. بر اساس آن 53% اهالی قرقیزستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
همین معلومات برآورد داد. یگان خیلی نه این نادرست. به تاجیکستان ما سازمان‌های بین‌المللی آمار فرستانند یا که آمار نشر کنند. در تاجیکستان در حال حکومتی‌های ما، کارشناس‌های ما می‌برایند این چیز غرضناک است، این چیز واقعی نیست، باید به تاجیکستان بیاید، ما نشان دهیم این چی گپ است. همین ها مانیتورینگ خودشان را در تاجیکستان رفته از خلق پرسیدگی هستند و از روی همین نتیجه بندی کردگی هستند که کی در چه حالت است. و برای همین معین کرده نمی خود اگنتی امور تاجیکستان گفته ایستاده است که یک از همه معاش بلندترین رو بانکرها میگیرند و معاششون $430 است و این $430 به یک عائله 5 فرزنددار در سطح کم بضاعتی تقسیم می شود. $2. برای همین چی غرض هست در همین جا؟ برای حساب کتاب همین با چی دانش زیادتی لازم است؟ حالا تماشابینان عزیز، از یک و یک شما خواهش میکنم که همین مسئله ها دقت جدی دهید. خواهش میکنم دقت دهید و میتوانید الکی برای سخن کردن وارد شده نوبت گرفته ایستید. همگی من 2-3 دقیقه دیگر گپ دارم. اینجا یک نفر 2 نفر الکی وارد شدگان، میتوانید شما برای سخن کردن نوبت گیرید و البته فکر و اندیشه های خودتون رو میگوید در این باره. اناکنون شما نگاه کنید تماشابینان عزیز، حتی ما شرایطمون به شرایط قرقیزستان همسایه برابر نیست. در تمام کشورهای پسا شوروی یعنی اتحاد دولت‌های مستقل، تاجیکستان قشاق‌ترین کشور است. همین امامعلی رحمان برایت، تمام او تحلیلگرانش برایند یک بار بگویند که نه این خیلی نیست. همین از روی آمار، از روی استاتستیک بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل یعنی ایدمه، SNG، تاجیکستان قشاق‌ترین کشور است و در روی خطی انا همین کشورهای قشاق‌ترین است، کم بضاعت است در روی خطی، یعنی صدقه خور است. تاجیکستان وقتی که مجموعی محصولات داخلیش از $1230 کم است، تاجیکستان حق دارد از کشورهای جهان صدقه گیرد، صدقه پرسد، به کشورهای جهان مراجعت کند که به من صدقه دهید، به سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، به اینستیتوت‌های اقتصادی مراجعت کند که به من قرض‌های بی بازگشت، گرانت‌های بی بازگشت یعنی صدقه ها بدهید. همین کار رو تاجیکستان کرده ایستاده است. به تاجیکستان گومانیتارنی پومش میبیاد از حتی از کشورهای آفریقایی قمبغل به تاجیکستان گومانیتارنی پومش میاد. همین قرقیزستان به تاجیکستان گومانیتارنی پومش داد امسال به مقدار $60 میلیون بود به فکرم. همین قرقیزستان صدقه تاجیکستان است. پس همین انصاف کردن در کار، همین شرایط خودمون رو نشناسیم، خودمون رو فریب کرده گردیم، چی میشود؟ به کجا رفته میرسیم؟ به کجا رفته میرسیم؟ همین گدای قمال در تاجیکستان مد شده است که ارتیست به بیزنسمن خونه خریده داده ایستاده است، مسخره باز به خونه خریده داده ایستاده است، یک قمقل میبراید میگیرید مینولد، او به خونه خریده میتیان نمیخری. همین نگریید نه نولد، سطح زندگیش او چیها میرن، او بلاگرها میرن خونش، همین سطح زندگیش نوار میکنن، سطح سلامتیش نوار میکنن، جاش خسته میتونه، شیشته میتونه، نمیتونه، نوار میکنن، بعد پهن میکنن، بعد همه میفهمند که در واقع او خمبغل است، به او کمک میکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما این رو نه، سطح زندگی ما خیلی خوب شده است، این خیلی شده است، تاجیکستان به کشوری رو به ترقی نهاده مبدل شده است. خود سازمان ملل متحد شما رو این خیلی قبول ندارد، شما رو کم بضاعت قبول دارد. اوی حکومت دارن از همین روی خط یک کار که از همین روی خطی چی میگوید شرمنده‌وار، حتی سازمان ملل متحد در همین گزارشش از این روی خط شرمنده‌وار وقتی که یک کشور میبراید که مجموعی محصولات داخلیش از $1230 بالا شده باشد، گفته همین کلمه شرمنده‌وار و غم انگیز استفاده بردگی است.
کی از این شرمندگی میبریم با این پنهان کردن ها؟ همین نفرانی که بلوگر خو رفته نوار گرفته ایستادند مردم کمک کرده ایستاده است، همین برای شما عبرت است. این در سطح یک نفر است، شما در یک سطح یک کشور هستید. هم خودتان را فریب کرده ایستادید، هم جامعه بین المللی را و هم ملت را. بیایید تماشابینان عزیز به یک فکت دیگر دقت میدهیم. سازمان ملل متحد تاجیکستان را به فهرستی، یعنی بر روی خط کشورهای شامل کردگی است که ساکنانش زندگی خوشبختانه ندارند، یعنی بدبخت هستند. یعنی آنتونیمی خوشبختی بدبختی است. اینجا ملایم کرده گفتگی است که سازمان ملل متحد تاجیکستان را به فهرستی، یعنی بر روی خط کشورهای داخل کردگی است که مردمش خوشبخت نیستند، یعنی بدبخت هستند، بدبختانه زندگی میکنند. این امور کنه نیست، امور دوری جنگی نیست، سالهای جنگ شهروندی نه. 19 مارس سال 2022 این گزارش نشر شده است از جانب سازمان ملل متحد. این در این گزارش 146 کشوری جهان در رده‌بندی وجود دارند، 146 کشور جهان که حد شرایط زندگیشان در سال همین در 12 ماه سال 2021 سنجیده شدگی. تاجیکستان در رده‌بندی در جای 83 قرار دارد که در بین کشورهای آسیای مرکزی از همه پسترین است. در بین کشورهای آسیای مرکزی از همه پسترین است. در اتحاد شوروی هم همین خیلی است، در SNG اتحاد دولت‌های مستقل هم همین خیلی است، از همه پایین است. یعنی مردم تاجیکستان در سطح بدبختی زندگی میکنند از روی شناخت سازمان ملل متحد. ببینید قزاقستان در جای 40 زیاده از 2 برابر بالا از تاجیکستان، ازبکستان در جای 53، قرقیزستان در جای 64، ترکمنستان در جای 78، تاجیکستان در جای 83. حتی همین ترکمنستان که اینقدر وایمه میکنیم 5 زینه از تاجیکستان بالاتر است. ببینید حالا به سال این در سال 2021 خلاصه گیری کرده شده، در ماه مارس سال 2022 چاپ شده است، نشر شده است این گزارش. در سال 2020 تاجیکستان در جای 62 قرار داشت، یعنی 21 زینه بالا. تاجیکستان از سال 2020 در سال 2021 یعنی تا سال 2022 21 زینه پایین فرموده از سطح زندگی از مردم. سختی یعنی سطح بدبختی مردم 21 زینه بالا رفته است. با مردم 21 زینه بدبختتر شده است در تاجیکستان نسبت به سال 2020. سازمان ملل متحد گفته ایستاده است. مضمون این چی است؟ یعنی این در اینجا چی حساب کتاب شدگی است که مردم این خیلی دانسته شدگی هستند؟ ببینید تماشابینان عزیز، اینجا سازمان ملل متحد نشان دهنده های نیکی و احوال مردم را حساب کرده است، مثل سطح مجموع محصولات داخلی به سر هر اهالی، به هر یک نفر اهالی، دوامناکی عمر انسان، آزادی های شهروندی. در تاجیکستان همین هست یا نیست؟ یگان گپی گفتنی داریم در این باره با جامعه بین المللی؟ نداریم. تو در تاجیکستان آزادی شهروندی وجود ندارد. حس امنیت، کی حس امنیت دارد؟ همین مقامات زده می‌دارد بخوند، از درون جوگهت میبردارد، از بغل زنت میبرد خدمت حربی. یگان گناه کردی نکردی زده می‌دارند، در درون خونت میپرانند، میکشند. حس امنیت وجود دارد؟ ندارد. اعتماد به آینده در مردم تاجیکستان وجود دارد؟ ندارد. کی اعتماد به آیندهش دارد؟ همین 3 میلیون مهاجر باور ندارد که مثلا پگاه هست یا نیست. همیشه
سکین خدا اومده در زده میکشندش یا زنده میموند نمیموند. همین 3 میلیون مهاجر در همین سطح زندگی میکنند. در خود تاجیکستان باشد هم همین خیل حکومتی ها به سکین خند تبدیل شده هستند. همین مقامات قدرتی تاجیکستان به سکین خند، همین به فاشیست تبدیل یافته هستند. امنیت کجا؟ این چیزها به حساب گرفته شده است. ثبات عائله، در عائله ها ثبات هست؟ نیست. امنیت جایهای کاری، کی گارانت میتید که همین جای کاریش دوامناک است، معتدل است و درآمدی چی میگوید استابیل نه درآمد میبیارد به خاندان و احتمال اینکه این کار را از دست میدهد و دیگر کار یافته نمیتواند، این خیلی فکر در سرش نیست. این خیلی ترس و هراس، این خیلی وهم در سرش نیست. میدوند که جای کاری استابیل دارد و درآمد استابیل دارد، با همین زندگی میکند. همین مهاجر بیچاره 3 میلیون یکی نوناور کشور است، جای کارش استابیل نیست که اقتصادات کشور با همین پول مهاجر چرخ میزند، جاش استابیل نیست. حالا این معاشگیرا بلندترین معاشگیرش در سطح کم بضاعتی زندگی میکرده است. دیدیم ثابت شد. سطح کروپسیه به اینو باید گرفته شده که چقدر سطح کروپسیه پست است یا بالا است. رئیس جماعت بی پوره یک سپراوکا نمیتید در تاجیکستان. رئیس جماعت حالا کجا؟ حالا تا حکومت نرفتیم. حالا بعضی از دمکم‌های کمیته‌های محله پوره میگیرن. تا این حد به فساد حقوق زدگی هستیم. یعنی مردم تا این حد بدبخت هستن که حتی یک سپراوکا، یک معلومات نامه رو از رئیس جماعت به پول گرفتن نمیتونن. مردم تا این حد بدبخت هستند. انا همین خیل همین چیزها معین شدگی است، سنجیده شدگی است، دانسته شدگی است که تاجیکستان در چی سطح قرار دارد. سطح زندگی مردم چی خیل است. انا از روی همین سازمان ملل متحد تاجیکستان رو مردمش رو مردم خوشبخت نمیدوند، مردم در حالت بدبختی زندگی کرده ایستادگی میدوند. ما همین حالتمون رو اگر ندونیم و خودمون رو فریب کنیم، همه گول گفته رفتن گیریم، به همین گول گفتن ها ما میشکفیم، به همین قند گفتن ها دهانمون شیرین میشود. نه تماشابینان عزیز، انا برای همین امروز ما رو ضرور است که در کدام سطح هستیم این رو بشناسیم و راههای از این سطح بالا رفتن و بیرون رفتن رو جویا باشیم. تا زمانی که ما در کدام سطح هستیم تحلیل کرده نشود، بررسی کرده نشود و سطح بودگی ما دانسته به مردم آشکارا گفته نشود، ما پیش نمی رویم. ما پیش رفتن نمی توانیم. انا برای همین هم تماشابینان عزیز، وقتی که ما از تنقید سر کار میگیریم، این تنقید نشانگری اون نیست که ما پس زده ایستاده ایم، به کشور نش زده ایستاده ایم یا درباره کشور حرفای بد گفته ایستاده ایم. این نشانگری اون است که ما خودمون رو بشناسیم، کمبودی هایمون رو آشکار کنیم و برای برطرف کردن اون حرکت کنیم با پوشیدن کمبودی ها. حالا ببینید در تاجیکستان فقط یک راهی اساسی رو تازه نگاه می‌دارن، پشت دم ها هم تو یک بینای استقامتی اون طرف گذاری، همه جا مصر، همه جا آشغال، توده کرده موندگی میگذاری، بو بنیاد رو مخم کرده گذشته میروی. همین رای اساسی هم پشت گذشته تمام. رای اساسی رنگبار کرسکه یک دم اصول گذشته، همه جا ولنگار. همین با همین حالت ما کی رو فریب میکنیم؟ بغیر از خودمون کی رو فریب میکنیم؟ همین بو رو نفس کشیده ایستادیم. همین بو سگ و گربه لگد میکند در حولی ما آماده میگردد
обчакориҳои моро лагат мекунад, аз он мегирем, бо об мешӯем, ӯ бактерияҳою микробҳо меравад, намеравад, гирифта хӯрдаам мегирем. Кӣ зарар мекунад? Мо аз ҳамин пинҳонкориҳо. тамошобинони азиз, як бор дига хоҳиш мекунам, ман инҷо гуфтаниҳои худамро гуфтам. Анакунун навбати шумост. Агар касе чизе гуфтанӣ ҳаст, марҳамат, ман навбат медиҳам. Метавонед тавассути WhatsApp занг занед, метавонед тавассути студия StreamYard ворид шавед. Силки StreamYard дар зери навор оварда шудагӣ аст ва шумо метавонед мана рақами мо 48 739 564 719 ворид шавед, ба WhatsApp занг занед, метавонед дар ин бораи мавзӯи имрӯза ҳарфҳои худатонро бигӯед. Ман рақами WhatsApp-ро дар инҷо мегузорам. Мана ин рақами WhatsApp-и мо аст. ва агар бо WhatsApp тамос гирифта наметавонед, метавонед ки тавассути линки StreamYard, чӣ хеле ки маъмулан ворид мешавед, дар поёни навор оварда шудааст, ворид шавед ва гуфтаниҳои худро бигӯед. Чандин нафар ворид шудагӣ буданд. мутаассифона ҳозир ягон нафар вуҷуд надорад. 5-6 нафар хеле поиданд ки ман гуфтаниҳом зиёд буд, хостам гуфтаниҳоямро тамом кунам. хорид шуданд. Агар хоҳиши ворид шуда сухан кардан доред, марҳамат, ворид шавед. Ман ҳатман шуморо мепайвандам. дақиқаҳои чанд шуморо мунтазир мешавам. агар ворид шудед мепайвандам, агар ворид нашудед барномаро ба итмом мерасонам. ин рақами WhatsApp аст. ҷамъ 48 739 564 719 рақами WhatsApp аст ва рақами WhatsApp-ро гуфтем, аммо линке ки барои суханронӣ метавонед тавассути он ворид шавед, дар поёни ҳамин навор дар описанӣ гузошта шудагӣ аст. баробари ангушт задантон ба барнома ворид мешавед. марҳамат, тамошобинони азиз. ҳар касе мехоҳад сухан кунад ё ки гуфтанӣ дорад, бифармояд. як нафар дар YouTube навиштааст, Мунисаҷон Отабоева навиштаанд ки салом ака, дар Москваюм, ёрдам дар кор, раҳ гашта наметонам, азоби саг кашида истам, илтимос мара ёрдам дар кор. ман шуморо аз куҷо меёбам ва ин мардум шуморо аз куҷо ёфта ёрдам мекунад? мана мардум дар ҳамин ҳол қарор доранд. мардум шабу рӯз як ҳолати гадоӣ ба мардум одат шудааст. имрӯз рӯзи гадо шудааст ва гадоҳо бениҳоят муваффақ ҳастанд, талаб мекунанд ва тоҷикҳо мутаассифона хӯи гадоӣ гирифтаанд. аз артисаш сар карда то ҳунармандаш, то дигару дигараш, ҳамин як нафараш
من خانه ندارم، خانه تین گفت، خانه دادن، نفر دویمش برآمد، حاضر پر شده به رفتگی، نوبت ایستادگی هستند در گدایی. این چی هستین؟ همین یک تا هنرمنده که همه رو میخنداند، همه رو یعنی خوشبخت نشان میدهد، خودش بدبخت است، خانه ندارد. 30 سال باز خانه پایده شدن میگه، خانه ندارد. همین آدم بدبخت نیست چی است؟ یک نفری که نمای خوشبختی مردم است، یعنی مردم رو به دیگران خوشبخت نشان میدهد، یعنی در حالت، یعنی خرسند، در خنده، تبسم، یعنی همین تبسم مردم، خنده مردم رو همین هنرمندی که تامین میکند خودش در بدبختی است. زن و فرزند ها همه میگه چند بار در 30 سال 45 بار میگه خونه دیگر کردم میگه. لبای الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما شوکت محمد؟ بله بله گوش میکنم شما رو. تشکر زیاد. من پیش از همه به شما سلامتی عمر دراز با برکت خواهانم. زنده باشید. برنامه های شما بسیار جالب دقت است و من دویمو انتظارم که برنامه های شما تیز نمیخواد برپا شود. زنده باشید. حالا درباره سطح امروزه تاجیکستان چی گفتنی هستید؟ ما در چه سطح قرار داریم؟ بله من درست. ما در سطح قشاقی قرار داریم و من حاضر در مهاجرت هستم و همین رو گفته هستم که وقتی که همین مخالفان در تاجیکستان بودن، ساعتی هم شهروندان تاجیکان و هم شهروندان هم خوب بود. بله. وقتی که مخالفان برآمده رفتن، یک گروه همینطور شد، یک گروه شد، خیلی شد، دشوار شد. درست. در اونجا برابر مخالفان بدی کار این بود که اونها نه فقط مخالفان سیاسی بلکه همه کسی که یک گپ گفتنی داشت، یک فکر داشت، اندیشه داشت، یک عقل داشت، فراست داشت، یک چیزی میدانستگی داشت، همون رو هم سرکوب کردند و بیرون از تاجیکستان شد. و امروز روزی مردم به نفرانی مانده است که فقط از دستشان فریب میبوید، امورهای بردروغ میبوید. 90 کیلو کارتوشکا از یک زمین گیرد، میگوید 900 کیلو گرفتم، 900 کیلو گیرد 90 تن نگرفتم. به همین فریب کرده گشت است و این امور میرد پرزیدنت، رئیس جمهور شرم نه، حیا نه، یک بار تحلیل کنیتون گرد اطرافنگی ها نمیگوید، با همین امور رو برآمده میخواند. بله الان نگاه کردم سالهای وقتی که مخالفان بودن در تاجیکستان، مثلا همین مهاجران وقتی که سوم روان میکردن، من دلار میگرفتن، روبل میگرفتن، حاضر باشد فقط سومانی میدیان. دیگر کسی چیزی خواهد همون که حتی نمیفهمد که کورس چند است، کورس رو خودشون نمیکرد انتخاب میکنن. بله. حالا همین کورس رو خودشون انتخاب میکنن چقدر که خواهند و از همون همتشان، یعنی اینها همت ندارند و از همون نفس بدشان همین چیزی که زیاد کرد بعد به مردم میدیند. بیچاره صاحب پول در اونجا در روسیه خون جگر شده است برای پول. اینها اول همین سر و نوگش سلو سیپه میکنند بعد میدیند به صاحبش. بله نگاه کنید، همین سال تا سال زندگی حال مثال کاروباری همین مهاجر در مهاجرت مخصوصا در همین روسیه بسیار دشوار شده است. مثلا سالهای پیش بود که سالهای 2012 یک ماه برای پاتن در یک ماه 1000 روبل میسپردیم. بله. 2012 آنها که بعد اومد آنها حاضر در شهر مسکو در یک ماه
5900 روبل میسپری برای پاتنت شده. بله با بالا این نگاه نکردن وقتی که تو میخوای رجیستراسیون میکنی اونجا با یگان شناس یافتن در کار باید سوندن در کار همین خیلی دشوار شده است از روز تا روز یگان پیشروی نیست. درست. بله تشکر به شما برادر عزیز. یگان گفتنی دیگر ندارید؟ من گفتنی بسیار دارم که من بار اولش دست با شما در تماس شدم. من در هیجانم. من همین را گفته هستم که میلاد باید سرجم شود به یک فکر بیاد به یک مقصد بیاد. همین خیلی چیزی که در همون گذاشته گفتگی هستن همین خیلی یک مسئله هست که اگر شعری چه هم باشد گفته است که از اتفاق موچگان غافلیم. اگر موچگان همین خیلی اتفاق شود همون شعر رو زده میپرتیم. بله برای همین با همه شهروندان تاجیکستان خود در خارج خود در داخل تاجیکستان باشد خواهش میکنم که یک جا شوین برای آینده ملت تاجیک به یک مقصد آمدن در کار. درست. تشکر به شما برادر عزیز. سلامت باشید. با شما هم بله با شما هم در کارهای آینده تا موفقیت‌های کلان خواهانیم. زنده باشید. تشکر زیاد. شما سلامت باشید. آباد باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. نفرانی که میخواهید در برنامه شرکت کنید و سخنرانی کنید این رقمی واتساپ است. میتونید به رقمی واتساپ زنگ زنید و توسط واتساپ تماس بگیرید مثل همین برادر و میتونید توسط استریمیارد وارد شده زنگ زنید. من یک نفر از واتساپ زنگ زده شدند. الو سلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض سلام به همه تماشابینان شما و شنوندگان برنامه شما. من میخواستم در همین برنامه همین صحبتی که رفته شده بود درباره کمبخلی و بیپولی خلق تاجیک من یک 4 تا سخن کنم. همه همین گفتگیاتون حقیقت دارد. من میبینم، من خودم میدونم همه همین کارها میشود میگذرد. همین مردم کمبخل نه همین باور میکنید نمیکنید همین از وطن ما همین قشلاقی که ما زندگی میکنیم 70% کمبخل 70% بی پول. همین چیکل گویم همین یک همون دهه‌ای که ما زندگی میکنیم همون دهه ما همون تریتوریای ما یک ممکن یک تای 600 700 همون خوجگی زندگی کند. من باوری دارم که 15% همون جوانان زورش میرسد که به یگانجا داخل شود به یگانجا خواند یه مکتب تمام به مثل من خودم که من خودم هم وقتی که می رسی آمادگی بودم من 17 ساله بودم من آمدم من دو کردم من شهروندی می رسی را گرفتم من فعالیت میکنم من زندگی همینجا شدگی من چند سال چی تاجیکستان گویم نمیروم ختم میشود نمیتوانم رفته برای چی زورم نمیرسد روم. زندگی وزمینه پدر و مادر یاردم میکنید نمیشود داخل همین چخیل گویم همین من همه اهل اولاد من در اون تاجیکستان همش کارخانه دارن فعالیت میکنن زمین دارن همون دوستی که خانی میکنن. من همینجا امکای من همین من امکم و پیشتر امکم در همون تاجیکستان کارخانه دارن. اکو نامی کارخانه شو نمیگویم برای چی که خودتون میدونی که همه این پرابلم هست حاضر همین کارخانه دارد. هر یک پرز نگده اگر همین با کمش بغیر نلاگی که میسپارند و بغیر اندازی که میسپارند در هر یک همون پرز نگده یا هر یک همون جمع آمد با کمش باید 300 تومانی تیان. بله این من نمیدونم من همین قدر فکر میکنم میستم من بیا خیلی وقت به خدا همین شبا من از همین من جوانی من حتی 30 ساله نیستم من جوانی یاشم گویم
من به همین بیخوابی و من همین طرف خواب نمیبردگی من کسل شدگی بیمار شدگی من بسیاری وقت خواب رفتن نمیتونم شب تا سحر این برنامه شما رو تماشا میکنم صحبت های من پرزیدنت من همش خراب تماشا میکنم خدا گیرد اما خودشم صحبتاشم اما چیزی میشه اما تعریف میکنه اکنون من نمیدونم آخر همین قدر من فکر میکنم گپای هوای و صحبت های شما رو و بعد همین بسیاری همین خبرهای همین نو از همین رادیوی همین آزادی میبراید بعد اون نستیه شیوریم کم کم تماشا میکنیم اگر وقت باشد اون قدر گپای ویا گوش میکنیم و صحبتای ویا را با این اخبارهایی که در دیگر جاها میخوانی و میبینی تماما توغوری نمیگیرد میگویند ما زندگی نه زندگی همان نه زندگی همان نه باشد من همین وقتای اخیر من چند بار شد همین بچه‌ان جوان شد صحبت میکنم داشت کارت میکنم گویم هم خطا نمیکنیم بلکه برای انا همین بلوگرایی که میبراین طلبندگی میکنم من همین یک 15 روز پیشتر با یک پسر امان با یک امو خیش تبار حتی همین سپورتی ما بحثی ما با همان اوروینی جنگی خیست و میگوید که همین آدم ها را یاردم کردن در کار من میگم برای چی یاردم کردن در کار تو همین به من همین سوالی من جواب که برای چی یاردم کردن در کار برای چی اینها را حکومت یاردم نکند برای چی که اینها را گسودرست و همین حکومت برای چی ساخته شده است وقتی که یاردم نمیکند همینا را اوای من با میگوید که این خیر و صدقه است گفتم خیر و صدقه یک گرانیت داشت یک بله خوب تشکر برادر عزیز تشکر زیاد به شما برادر عزیز اگر توانید خلاصه گیری کنید تا اینکه دیگران رو ملال خاطر دیگران نشود چون چند نفر پویده زنده باشید تشکر زیاد در دیگر برنامه ها هم شرکت کنید برادر عزیز زنده باشید حال باشید میرزا بفرمایید میرزا چند مرتبه به فکرم داخل شدید شما ما نتونستیم شما رو پیوست کردن چون که من اول سلام همین درد دل خودم رو میخواستم بگویم بعد به شما نوبت بدم سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید بهترینه انشالله خوبه نکنه تشکر بفرمایید برادر خواستم یه ده حرف بزنم اگر ممکن باشه بفرمایید دو حرف نه چند حرف زنید صدا هست صدایتان مقصد امی در برای معاش امی معلما و استادا میخواستم یه ده حرف بزنم امی چند قپش در ایران مقصد میتینگ کرده بودن که اولیکای ما را بالا برداره بله چرا که اقلا برای یک نولانون خطون برای حق خطون چرا صدا بلند نمیکنین که یک امر غلام میگردین تو کجا تو که ای غلامی ما بعد تین تنگای امیر رحمانوف مقصد جان مونان در ازو یا بس کنی خیلی ببرویم برین هیچ کدر درس نتا دیگه ایو که دو تنگا کار میکنی برامو ارو بکشی بکن همون سوما میوی خیلی خستان در کره یک فکری زندگی آینده پیش کردن در کره فرزندی تو آینده نداره ما آینده ندارم فرزندای دیگه کس آینده نداره شما خیلی میخزین با توزه میکنین امو رحمانوفی بیشرفه تو که توزه کردم درست تشکر برادر الله نگهبان باشد زنده باشید تشکر زیاد برادر باخه بفرمایید السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته شوقات می‌گویم زنده باشید گپ بزنید برادر چی بکنید برادر باخه در هفته گذشته بود یک گمی زن برای آمد برنامه کره مایران بود کی بود همون ترام بورا همی بسیار همی گفت که در برای همی راسیه که هم که سوی در کاسنایی نشد چکلوسی که بود همی چی را راسیه
باور که من حیران شدم فکر میکنم چند تا یک زنای باسواد بچه ای هم همی صوف همی چی بود است یه همی نمیفهمید است ما در کو همی در درست است ما برادر در عزیز. اینجا ورزش او عموما همین عموما یک چیز رو ما باید درک کنیم در که هر یک نفر فکر و نظر اندیشه خودش رو دارد و فکر نظر خودش رو میگوید. ما مقابل هستیم درست است، لیکن بگذار به نظر او هم احترام داشته باشه. تو برای خیلی من مقصدی من عموما ما در کو همی عموما در کار نیستیم ما همی غلامی هم جمعی هم خبر میکنیم سون نمیگیم کی در میخیم ملسوش کشنا میبرن که حیوان و سگ کشنا میبرن چی میگن در بگیم که همو چیزا تحقیق کرده چی کرده در کار نیستن یا در دنیا مدار در کار درست. نیستن. حالا یک زنگ از واتساپ آماده ایستاده است، گوش کنیم باز صحبتتون رو دوام میتید. زنگ واتساپ گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوبه برده. تشکر بکنم بفرمایید. همین روز این تنگیم اورومیم همین خوب نیسته که چون تنگیم همین برادر درست است. اینجیم آروم هم درست است. همین تنگی خوب نیسته. همین تنجی که داشتیم چند روز پیش تقریبا 30 نفر رو در بدخشان قتل کردیم. همین هم تنجی بود، آرامی بود. این توجید نبودن ویا کی بودن؟ ویا اگر توجید میکنن این کار رو نمیکردن. چیکار کردن؟ خودشون به سلاح برآمده سینه‌شون رو به تیر قاتلان سپر نمی‌کردن. بله پس سلاحی که یافتن از آسمان اومده. همین میگم که همین سلاحایی که یافتن از آسمان اومده بود وقتی که مردم پیها خلع سلاح کردگی است. مالش برادر عزیز گوش کنید. تا کجا درباره سفسطه بدونی همین گپ ها شما اندیشه کردید؟ اگر بگذار سفسطه نباشد، بیایید با هم یک صحبتی هرچند از موضوع دور میرویم مالش. شما هم به همین خاطر آمدید که از موضوع دور کشید مردم رو. من راضی هستم، هیچ گپ نیست. بیایید برای اون که یک چیزی عادی ترین الیمنترین چیز رو شما فهمید، من به شما یک صحبتی آزاد میکنم. نگاه کنید برادر عزیز. تاجیکستان حالا 25 سالگی صلح و آشتی و وحدت ملی به هم آمدن رو، استقرار صلح رو در تاجیکستان امسال 25مین سالگردش رو بعد از چند روز جشن میگیرد. بعد از یک روزهای به شمار 5 روز و 25 سال شدگی است که تاجیکستان خلع اصلاح کردگی است. در تاجیکستان خلع اصلاح شدگی است. خلع اصلاح چی میفهمید می؟ شد فهمیدید؟ یعنی از مردم صبر کنید شما برادر عزیز. یعنی از مردم آخرین تیرش، آخرین تیردانش، آخرین کمانش کشیده گرفته شدگی است و همین داره شکارچی همون کمان شکاری دارد دیگه تمام. یعنی از این زیادتیش کشیده گرفته از مردم گرفته شدگی است. شما نگاه کنید. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دعوا دارد که به طور احسن سرحد تاجیکستان محافظت می شود، نظارت می شود و قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به درجه رنگ همین خیلی یک چی مجهز شدگی هستند و سرحد را به درجه عالی نگاهی میکنن که یک پشه گذرد با خبر میشن. درست است؟ همین خیلی دعوای کمیته دولتی امنیت ملی رو شنیدگی هست شما؟ همین خیلی دعوا هست در تاجیکستان هست. اگر همین گوش کنید، اگر همین کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و مقامات قدرتی تاجیکستان اگر دبرو ندهند، یعنی شریک همون سلاح ها نباشند، صاحبی همون سلاح ها نباشند، به دست مردم چه خیلی سلاح ها میافتد. یعنی وقتی که به دست مردم سلاح افتاد، بازش صبر برادر، وقتی که به دست مردم سلاح افتاد، این مضمونش این است که خنک نظری مقامات قدرتی
به دست مردم افتادن سلاح است. یعنی نوعهده برای مقامات قدرتی است که به دست مردم سلاح‌های جنگی افتاده است. درست است؟ مقامات قدرتی وقتی که ویدیو کردن و اون سلاح ها را ویدیو کردند و نشون دادند که اینها همین قدر سلاح داشتند، با گفت پرزیدنت به 26 میلیون سومانی، یعنی حدود 2 میلیون 300 هزار دلار، 2 میلیون 400 هزار دلار به سلاح خریدند و ها کذاها. وقتی که 2 میلیون 300 2 میلیون 400 هزار پول سرازیر به بدخشان می شود، این نوعهده برای مقامات است. وقتی که به آن پول الکی مردم سلاح می‌یابند، جوانان سلاح می‌یابند، سلاح‌های مهمات جنگی می‌یابند، این الکی نوعهده برای مقامات است. و همین مقامات اونجا سلاح‌ها را تنوع کرد، ویدیو کرد، نوعهده برای خودش را به نمایش گذاشت. یعنی گفت که ما تا چنان بیخبریم، تا چنان نوعهده برایم، تا چنان کارناشایم هستیم که اینها بی ملال حتی پولمیت و گرانتمیت خریدند. ما در کجا بودیم؟ خوب بودیم، در کجا بودیم؟ انا برای همین برادر عزیز، هم برای همین من برای شما گفتم که تا چه اندازه فکر نمیکنید که این سفسطه است. خب مال شما گپ زدید، من گوش کردم. بفرمایید. همین تینجی آرامی، همین اوز، یعنی نه شما گفتم که تینجی آرامی خوب است. مونت برادر، تینجی آرامی گفتیم که خوب است. به همین سوال من جواب دید. تو کجا نمیاندیشید که همین سفسطه است؟ مالش به گپ زنیم که مالش گپ زنیم. این همین شما گپ میزنین تمام جهان گوش میکنه، میتونین نمیره. جهان گوش میکنه. همین پس زنی نیست، یعنی خلق تاجیک پس زنی نیست. برادر، چیزهایی که من گفتم الکی در سطح بین الملل رسانه‌ای شده است. فقط ما بخبریم از این چیزها. همین چیز مردم ما بفهمد. برادر، همین چیزهایی که من حاضر گفتم، برادر شما سوال دادید. همین چیزهایی که من گفتم، برادر خواهش میکنم، برادر من صداتون پس کردم. خواهش میکنم. سوال دادید، جواب بگیرید، بعد گام میزنید. مالش بوستون بلند میکنم. بوستون بلند شد. برادر، همین چیزهایی که حاضر من گفتم همش رسانه‌ای است، در سطح بین الملل نشر شده است و تمام جهان میداند به غیر از مردم تاجیکستان. چی در کار است مردم را در واکوم نگاه داشته، از اطلاعات مردم دور کردن؟ در نزد جهان نه، این چیز در نزد جهان همه میداند. در سطح بین الملل این گزارش چند از گپ‌های من گفتگی گزارش سازمان بین الملل است، گزارش بانک جهانی است، به انگلیسی، به نیمیسی، به همه زبان‌های بین المللی نشر شده است. فقط ما بیخبریم که در کدام سطح هستیم برادر عزیز. مثلا من دونم که در کدام سطح هستم، با خبر شوم، این بد است. همه جهانیان درباره من میدونن که من در چه حالت شرمندگی هستم، فقط خودم نمیدونم، بچه‌هام نمیدونن. تمام. آواز ما گیرون که برادر، آوازتون گران است. من گفتم که آوازتون رو گران کرده هستم. برادر این شما یعنی فقط کارتون جنگ اندازه، شما رو من گوش میکنم، هیچ چی معنی ندارم چیزتون. من همین تینجی آرام تو میکنه، مردم بیرحم میکنی. شدید؟ تمام کردید؟ تمام، هیچی گفتن نداره. بسیار خوب. سوالش دارم. سلام علیکم. بفرمایید. سوالش دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما پیشتر هم وارد شده بودیدم، بله؟ هم برادرم جای؟ نه رفت. کشت رفت. این گفتنی نداره این بیچاره. یک دو سخنم داشتم که خیلی برآمده باشه. تمام دیگه. سخن خودتون بگید. پرستو میگه که شما جنگ ما میگه که شما جنگ کنی، چه جنگ کنی نیست. ما پرستو میخوایم که استعفا تا برای تمام دیگه. ما یگان جنگ نمیخوایم. بله. بله، این برادر گرچه که قبول نکرد، حالا فکر میکند. حالا از خوابش بیدار میشود. حالا این گپایی که گفتیم، این در این باره فکر نکرده بود. فقط همون نمایشی همون
мақомотҳои қудратия дар телевизион тамошо кардагӣ аст, дар атрофаш фикр кардагӣ нест. Як камбудӣ аз мардуми мо ҳамин аст. ҳамон чизе ки додан ранги зомби қабул мекунад, тамом ҳамин хел рафтан мегирад, тамом дар атрофаш фикр намекунад. мардум ҳоло чаро аз ҳамин ман гуфтам ки ин барои чӣ ҳама олам гӯш мекунад, шумо ҳамин информатсияҳоро гуфта истодед. ҳей, ин информатсияҳое ки ман гуфтам ҳама олам медонад, фақат мо намедонем. ҳама олам медонад ки рӯшуна лахча кану қасдяму инама дар қашоқтарин кишвари иттиҳоди давлатҳои шӯравӣ аст, иттиҳоди давлатҳои мустақил аст, яке аз қашоқтарин кишварҳо аст, садақахӯр аст ва дар мардумаш дар ҳолати бадбахтӣ зиндагӣ мекунанд. ин оморҳо дар рӯи ҷаҳон интишор шудааст, фақат мардуми тоҷикистон инро надорад, инро намедонад. мардуми тоҷикистон телевизион гулгул бифармоед. мега ки тоҷикистон тенҷия хидоб гираму тенҷиша ки нама дар тоҷикистон қадам бадумина мисол 2 моҳ 3 моҳ будам, ҳамин 90% ҳамин халқи тоҷикистон ягон тишхонаш дакме надора, як сертификат доранд. дар он бадруни қишлоқҳо гашта мардума ҷарима кардеста, мардум намефаҳманд, қоғазҳоро имзо кардеста, киҷода ҳаму тенҷи. бале, ҳатто баъзеш ҳамин сертификат ҳам надорад. агар барои бигӯ ки ҳуҷҷат кунам як 8000 10000 сомон дар кӯраки ҳуҷҷат тахт кунӣ, ҳуҷҷатҳои хуната мардум надора, мардума када рафтеста, ин халқ намефаҳма, имзо кардеста, ин ҷаримаҳоро ун мардум бурда алав споридеста, киҷоша ҳамура тинҷӣ меган. бале, шун лахча қатъи тинҷишун. дуруст. استعفا با چای مردم کنسوخته. бо гуфтани дигар доред? اینجا برادرها اشتگی بودن. بسیار خوب. برادر تشکر به شما. منصور بفرمایید. منصور. رحمت. منصور هستید بفرمایید. با عرض ادب سلام برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. در همین موضوع اگر ما مجموعه صحبت کنیم خیلی وقت زیاد میگیره. یک چند مرحله و زمینه دارد. ما کوشش میکنیم که همون عامل‌های اساسی را بگیم به شما و به مردم. بفرمایید برادر. اول سطح پستی سوادناکی مردم ما است که مردم تا هنوز نه حیثیت، نه هویت، نه ملیت نشناختن خودشون. ما در این موضوع بسیار چیزا هست، اساسا دارد. اولین امیدش همین است که سبب پستی سطح سوادناکی مردم ما. بعد دوم یعنی هیچ کوشش نکردن برای زندگی خود تغییر دادن. همون همینجا یک برادر یک سخن گفت رفت، یک چیزایی هستن که با جامعه امروزی ما اثر میگذارن. یک اگر ما نگاه کنیم یک چیزی نوچیز هست، در اساس با جامعه خیلی امثال اثر میگذارن. در جامعه امروزی تاجیکستان از مخصوصا از سیاستمداران تاجیک سر کرده، چی سیاستمدار، چی شاعر، چی نویسنده، چی معلم، چی استاد، همه در وصف یک رژیم هست. این با جامعه خیلی سببای اساسیش همین است که جامعه وقتی که همون گفتی شما زنبیر رو شد در غلطه اطلاعاتی حکومت، این دیگه خیلی هر چیزی دشوار است از اون حالت ببروید که تو خشما بشناسید. نگاه کنید در همین شب و روز ما یک مثال کوتاه میزنم براتون. وقتی که روسیه همون عملیات نظامیش شروع کرد با اوکراین، اکثریت جهان بر ضد روسیه سخن گفتن، از طریق رسمی دولتشون هم اعتراضشون رو بیان کردن و کشورهای آسیای میانه که هم پیمان روسیه نزدیکتر به روسیه، آسیای میانه بلاروس، اونها هم مثلا یک عکس العمل نشون دادن. در بین این کشورهایی که من نامبر کردم شما تاجیکستان رو تصور کنید که تاجیکستان باز هم با یک نمیدونم نماینده‌های خودشون نماینده مردم میگیرن در بعضی کانال‌ها
کوشش و سعی کردن و پروپاگاندا بودن همون تاجیکستان را با روسیه یک سیوز کردن است. ما در یعنی میره گفتنی هستم که در چاپلوسی هم با هنریم، تای خانت هر دولت میریم میدونیم، فکر نمیکنیم که همین برای ما و به نفع ملت ما هست. 100 سال گذشت، خیلی که شیرین شاه را بردن با چند نفر رو دیگه با 39 سال 39 قتل کردن، همون 100 سال باز برگشت از با همین روز. هر کسی از حق گپ زند، از حق ملت گپ زند، اونا میبرن زندان میکنن، ما در داخل با قرصک میزنیم. در ولایت بدخشان چندین نفر را کشتن. درست. نمیدونم از خارجه 25 میلیون سومونی گرفتن، اینو مردم با همین چیزا به یک ایدئولوژی همین حکومت باور میکنن. بله واقعا. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. با علاوه دارید؟ مرا میشنوید برادر؟ نه خواهش میکنم اگر اون سوال باشمون باشه زنده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر عزیز. الله نگهبانتان. تماشاگران عزیز، کسانی که در اینجا ما را تماشا میکنید، خواهش میکنم تکمه لایک رو پخش کنید، نوار رو به دیگران بفرستید. این خدمت شما است و این خواهش ماست. همچون یک برادرتان، همچون یک دادرتان، از یکایی که شما خواهش میکنم که در فرستادن نوار به دیگران کوتاهی نکنید، کوتاه نظری نکنید و حتما فعال باشید و تکمه های لایک رو پخش کنید تا اینکه نفران زیاد ما رو تماشا کنند و این نوار ما به تاب براید. کسانی که میخواهند سخن کنند میتوانند توسط واتساپ که رقمش در اینجا نشان داده شده است 48 739 564 719 زنگ زنید، میتوانید صحبت کنید. کسانی که میخواهید به استودیو وارد شوید توسط لینک استریمیارد وارد شوید که در اپلیکیشن یوتیوب آورده شده است. کسانی که ما رو در کانال های در گروه های فیسبوکی تماشا کرده ایستید، در گروه فیسبوکی خبر نو واسطه، در گروه فیسبوکی پیام مردم، در صحیفه پیام نت تماشا کرده ایستید، از یکایی که شما تشکر میکنم. هرچند تعداد شما کم است لیکن در فیسبوک برای تماشا کردن جرأت لازم است، چون که کسی که در فیسبوک تماشا میکنه در اونجا دیده میشود که کی تماشا کرده ایستاده است. در فیسبوک کسی که لایک میموند دیده میشود که کی لایک مونده ایستاده است. هرچند کم هستید به هر خاطر به جرأتتون تشکر میکنم. اما یوتیوب یک خوبی های دارد که در یوتیوب کی تماشا کرده ایستاده است هیچ کس نمیفهمد. در یوتیوب کی تکمه لایک رو پخش کرد هیچ کس نمیداند. کی پادپیس چی کس، یعنی کی به این کانال پادپیس چی کس هیچ کس فهمیده نمیتوند. این خیلی خوبی ها دارد. انا برای همین هم کسانی که در یوتیوب تماشا کرده ایستادید میتونید از این فرصت استفاده برید. هر یک لایک شما برای پیشرفت کشور سهم میگذارد، چون که یک خفته بیدار میشود، یک ندانسته دانسته میشود، یک نفهمیده فهمیده میشود. چیزی که شما میگویید بعضی از تماشابینان ما در اینجا سخن میکنن گپ میزنن، من اولین بار میشنوم، من هم معلومات میگیرم. برای من هم خیلی مفید است که با شما صحبت داشته باشم، چیزهای نو میآموزم. و تماشابینان عزیز، امروز برنامه امروزه ما سلامت و سربلند و پیروز باشید. با امید اینکه تاجیکستان ما از این قشاقی، از این ورطه بدبختی بیرون میشود، رو به خوشبختی میبیاریم، رو به ترقی میبیاریم و از این روی خط شرمنده‌وار کمبزاعتان جهان بیرون میشویم. به امید همین روزها یکایک شما را به الله میسپارم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. در پناه خدا باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه